سوال کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه کسایی که در ایر میبینه. اینجا میخواییم یک پروژه رو برای شما معرفی کنیم به نام نوتاپ که را ساختیم در طول سمستر که تیر شد. یک پروژه، یک برنامه ساده اما بسیار کاربردی است که ما اینجا در این بالا همه کد است که اینجا نوشته کردیم توسط پایکیوتی 5 و کتابخانه هایی که استفاده کردیم. اینجا همین پایکیوتی 5 هست در کلن کار کردیم که در اینجا ما ایری نوتا را در دیتابیس ما اسکیل کنکت کردیم. بعد از تمام نوتا و فولدرهایی که ما اینجا ذخیره می‌کنیم در دیتابیس ذخیره میشه. اینجا ما دو پارت داریم. یک پارت اولش فولدرز است و نوتس. در پارت فولدرز تو میتونی فولدرهایی رو دلخواه خود ذخیره کنیم. مثلا من یک فولدر ذخیره میکنیم، مثلا فرست نوت. داخل یازی باشه میتونی چندین نوت های دیگر سی باتن ذخیره کنیم. اینجا میتونید ذخیره کنید به اندازه دلخواه، هر قدر که خواستی میتونید قسمی ذخیره کرده بری. اینجا بله هر کدام از اینا یک باتن های دیگه تعریف کردیم. مثلا از اینجا میتونی پوش هر حذف کنیم. مثلا این پوش فولدر صادق هم از این دیلیت میکنیم. وقتی که دیلیت کنیم تمام نوت هایی که تو در اینجا ذخیره کرده داخل فولدر بوده همراه پاک میشه. اینجا یک اپشن دیگه داریم به نام سرچ. این میتونی تو هر چیز که هر چیز داخل متن یا کجای بنویسی پیدا میکنه. برای مثلا ما اونجا نوشته کرده بودیم هیلو. برای ما پیدا کرد که همی نوته مثلا بخش جای خوب است. مثلا ما نوتا داریم تا هزاران ستا و ما فقط میتونیم از داخل متن هر چیز متن یاد دادن بود را سرچ کنیم اینجا پیدا میکنه. برای آره دیگه باید شما هم نیخواب دیگه اینجا یک آپشن دیگه داریم که بسیار دلچسب است. فونت های فونتی که میخواییم اینجا کنیم میتونیم کلان کنیم که مثلا حالتی تاریک و روشن تبدیل کنیم. این حالت تاریک روشن میشه. دوباره کلیک کنیم حالتی روز. یه بود مثلا یک اپشن دیگه داریم دیلیت که میتونیم تا داخل نوت حذف کنیم. مثلا اینجا یک خطا داد به خاطر که تو نوت را انتخاب نکردی. ما نوت انتخاب میکنیم بعد از دیلیت میکنیم که میبینیم دیلیت میشه. پاک شد. یک نوت بسیار ساده و بسیار کاربردی بود که برای شما معرفی کردیم.